مرده که به وقت همخوابگی با همسر حلالیش نام دیگر زن شوهردار را میگیرد، عضوهای زن دیگر را نام میگیرد و صدقه می شود، آیا این جایز است؟ بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. البته تصور کردن زنان بیگانه و نام عضوهای آنها را به زبان آوردن و صدقه شدن، خصوصا به وقت همخوابگی با همسر حلالی، کار زشت و حرام و ناجایز است. زینای قلب و زبان می شود. کار زنا را گفتن و تصور کردن و خیال بافی کردن همه اش حرام و ناجایز است. مرد مسلمان با کدام عقل چنین می کند؟ باری هم فکر نمی کند که با این کار دل همسرش را می شکند که این هم کار گناه است. در احادیث بیشمار بیان شده است که دست و زبان و دیگر اعضای انسان زنا می کنند. از جمله در روایت احمد و ابو داود آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند چشم هم زنا می کند و قلب هم زنا می کند. زنای چشم نگریستن است و زنای قلب تمنا کردن است، یعنی زنی بیگانه را تصور کردن و خیال بافی کردن است. پناه به خداوند. پس این کار زشتی است که مرد مسلمان به هنگام همخوابگی با همسر حلالیش زنی بیگانه را تصور کند و نام بگیرد و حتی اعضاهای آن را نام گرفته صدقه شود. روز قیامت این قلب و زبان و دیگر اعضای انسان پرسیده می شوند و بر علیه صاحبشان گواهی می دهند. الله رب العالمین می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. همانا گوش و چشم و دل از همه اینها پرسیده خواهد شد. برای زن هم جایز نیست که مرد بیگانه را تصور کرده خیال بافی کند و قلب خود را با فکر و خیالات حرام آلوده کند. والله اعلم بالصواب.